با ثروتمندترین فوتبالیست‌های دنیا آشنا بشیم. رتبه هفتم کلیان امباپه، بازیکن 27 ساله فرانسوی با ثروتی حدود 250 میلیون دلار. رتبه ششم زلاتان ابراهیموویچ، ستاره 44 ساله سوئدی با ثروتی حدود 280 میلیون دلار. رتبه پنجم نیمار جونیور، بازیکن 33 ساله برزیلی با ثروتی حدود 340 میلیون دلار. رتبه چهارم ویلیان تاجر موفق و فوتبالیست سابق بریتانیایی با ثروتی حدود 170 میلیون دلار. رتبه سوم دیوید بکام، ستاره 50 ساله انگلیسی با ثروتی حدود 510 میلیون دلار. رتبه دوم لیونل مسی، ستاره تکرار نشدنی آرژانتینی با ثروتی حدود 700 میلیون دلار و رتبه اول هم بهترین فوتبالیست دنیا یعنی رونالدو با ثروتی حدود 1 میلیارد دلار هست. حالا شما بگید که کدومو بیشتر دوست داشتید؟ توی کامنت ها برام بنویسید.